سلام قشنگای من، امیدوارم هفته خوبی شروع کرده باشید، حالتون خوب باشه، سعی کنید برای خوب بودنش. امروز با یه تمرین کشش قدرتی اومدم برای اینکه تمرین هم کششی هم قدرتی ولی بیشتر کششی باعث میشه که استرستون کمتر شه. خواهش میکنم حتما انجامش بدید. این روزها اصلا اهمال نکنید ورزشتون رو، چون یه سوپاپ اطمینانه برای اینکه دیگه سر نره این سلامت روان رو بتونید داشته باشید. به دوستاتونم پیشنهاد بدید، من خوشحال میشم توی کلاس‌ها ببینمشون، بتونم کمکی کنم. خلاصه که 1 ساعت همه تمرکزمون روی تمرین، روی کشش، یه موزیک ملایم بر خودتون بذارید، بر یه لباس قرتی پاشید، یه آرایشی بکنید، نمیدونم هر چی که حالتون رو خوب میکنه، با 1 ساعت تمرین و مطمئن باشید حالتون بعدش کلی بهتره. بریم که شروع کنیم. برای تمرین امروز حتما باید جوراب داشته باشید. بله، چون که میخوام یه ذره سر بخوریم رو زمین و اینکه یه بالش داشته باشید، باز با اونم میخوان سر بخوریم و بریم که شروع کنیم. لطفاً پاها بیشتر از عرض لگن باز، حالت تنه رو چک کنید، سرسینه صاف، نوفو کشیدید به سمت داخل، بگیرید دم، بکشید خودتون رو روی نوک پا، دستا قفل، آروم بیاین و دستتون رو نزدیک زمین. 1 2 3 با شکم صفر، بدون اینکه به کمر ضربه بزنید، باز بکشید بالا. اینجا یه دم، باز دم، اینجا یه دم، باز دم. خیلی عالیه. 1 تکرار دیگه ادامه بدیم. و آخرین. عالی هستید، خوبه. دستا رو در راستای سینه با شکم صفر، پا عرض لگن نگه دار، دست رو بکش عقب، پا از زانو خم به سمت سینه، بگیر دم، بده باز دم، بگیر نفس رو بده. خوب، ادامه. شکم رها نشه و تکرار آخر. عالی هستید. دستا رو دوباره کشیدم بالا. 1 بار از سمت راست کش بدم، بیام وسط، از سمت چپ، از پهلو نه قوس بدی به عقب، نه قوس بدی به جلو، تنه رو 2 ثانیه کش بیای، برگشت. خوبه. 1 تکرار دیگه و نفس. چرا باید نفس روشن کنم؟ حالا اگر که بتونید روی سرامیک باشید که کش بیشتری میاد بهتره، اگر نه اشکال نداره، من هم سر میخوره. باز گفتم جوراب داشته باشید که بهتر بتونید سر بخورید. وایسادم، سرسینه‌ام صاف، میخوام پا رو روی زمین سر بدم با زانوی صاف و از روی پای جلویی، تن شیب به جلو و برگشت. چرا منو کامل نداشتید؟ اوپس، یه ذره دورتر کنم. خب خودم از جلوتر شروع کنم. پس میگیرم دم، تن جلو، پا عقب، وزن روی پای جلویی 90 درجه است. شیبم صافه، گرد نشم. 1 2 3 برگشت، اومدم روی 1 خط. دیدی نه اصلا نمیشه سر خوردم برام. پا رو بکش دیگه، بکش این حالتی که من ازت میخوام. 3 ثانیه نگه دار و برگرد. یه ذره فان
تره وقتی سر میدی. پس دم، بازدم، 3 ثانیه بمونم، یه دم و بازدم عمیق دیگه. بگیرید ریه ها رو پر هوا. نفس عمیق خیلی مهمه، چون که برای اینکه اندروفین آزاد شه از مغز که هورمون شادیه، باید اکسیژن رسانی کلی بیشتر شه. پس نفس‌های عمیق، همه تمرکزت روی کشش. 2 تا، تنه قرار بود شیب به جلو. تکرار آخر. میتونی دامنه کوچیک‌تری بشینی ها، خودت میدونی. 1 2 3 و شد. پاها شیک، نفس و جاشو عوض میکنیم. جای پا رو بگیریم، دم، بازدم. 1 2 3 برگشتم. بحث تعادلم داره ها، کلی مراقب باش، مخصوصا الان یه ذره خطرناکه من زیر زانو سرا میکرد. باید خیلی مراقب باشم یا نیفتم، چون که اذیت میشه زانو دیگه. گفتم با دامنه مطمئنه میتونید شروع کنید. دیدید اوکیه؟ حالا یه ذره بیشترش کنید. عالیه. 2 تای دیگه ادامه بدیم. و تکرار آخر. خیلی خوبه. شروع کنید پاها رو. شیک و نفس. اگر دوست داشتید میتونید با وزن انجام بدید حرکات دست رو. میخوام پاها 2 تا عرض زدنگن. یه دستم حالا یا با دمبل یا بدون وسیع. اول کش بدم از پهلو، برگردم. این بار یک چرخش تنه داشته باشم. پای مخالف روی نوک، دست در راستای پا، 45 درجه. برگشتم. اینجا بگیر نفس رو. بازدم. پهلوت کش بیاد. بگیر نفس رو. بچرخ. بگیر دم. بکش. 1 2 3 دقیقاً از خط پهلویی. عالیه. ادامه. و چرخش. میبینی مکسر رو حتما داریم ها. تند بر نگردی. عالی هستید. برو بریم آخری. مرسی. یه دم رو بازدم. کلی یه دمبل باعث میشه که ضربانتون کلی بالاتر بره و خوبه. اگر که بتونی اضافه کنی خیلی بهتره. پاها دوباره باز، سمتمو عوض کردم. بگیرم نفس. کشش. 2 3 بگیرم دم. چرخش. 2 3 ادامه همینو. عالی هستید. اصلا تمرکز رو از رو کشش بر نمیداری. و 3 تا. دوتای آخر کشش ها بیشتر شده. 3 تا آخر. ماشاءالله.
نفس عمیق بگیرید، شل کنید، یه دم و بازدم. حالا دوباره یه کوچولو میخوام سر بخوریم. من تو بهتره بکشم اون سمت. خب ببین میخوام روی پای تکیه‌گاهت یه کوچولو بشینی. سرشینت مثل همیشه صاف، شکمت کیپ، نوک پا رو از پهلو بکشی، سرش بدی عقب و پهلو، عقب و پهلو، دم و بازدم روی نوک پا. حالا میتونی اگر ببین مثلا شرطش رو نداری برای سر خوردن، سر دادنش رو هوا دیگه، یه کوچولو بکشی رو هوا. خب پس بگیریم دم، ادامه. یه نیم دایره انگار داریم از پهلو میکشیم. میبینیم؟ اگر کسی زانوش اذیت شد میتونه بلند شه. 3 2 نفس بده. 1 شلو استراحت. خیلی خوبه. عوضش کنیم. دوباره نشستم، پا رو از جلو به عقب. عالی هستی. مرسی. ادامه. خوبه. و 4 3 ماشاءالله. میدونم خسته شد پاه. آخریشه شیک. نفس عمیق. بهش نمیاد انقدر سخت باشه برای پانه. یه دم و بازدم بگیر. خب حالا این بار پاها 2 تا عرض لگن باز. میتونی دمبلات رو دم دستت داشته باشی. ببین اول یک بار میکشم به پهلو، خودم رو میکشم به سمتش، یا از ساق پا یا از مچ پا، سینه صاف کشیدم به سمتش. دم و بازدم 10 ثانیه بمون. همین کشش پشت پا رو حسش کن، بمون. حالا دمبلتو بردار از جلو، از خم به ساق، دم بازدم. عالی. حالت سینه، کور 3 و 2 و 1. خیلی خوبه. بده دست عقبی. این یه ذره کشش سخت تریه. بده دست عقبی. خیلی هم سخته. از مچ پا بگیرم. وزن نشد بدون وزن ادامه، چون زاویه سختیه. بر خود منم سخت بود. و اومدم بالا. یه نفس. یه آبو بخوریم. امیدوارم کیفیت صدا امروز خوب باشه. کولرم روشن نکردم، دارم بلندم صحبت میکنم. عصری خورد به دندون. خب بگیریم نفس. پای بعدی اول بچرخونیمش به پهلو، بریم فقط توی کشش. سر سینه صاف، پشت پا حس شه، بمون توی کشش. دم و بازدم. مرسی. بریم دست از جلو، از خم به صاف تا آخرین دامنه‌ای که میکشم تحت کنترلم. شلوغه نباشه، با قانون جاذبه برنگرده. مرسی. 2 و آخری.
عالی هستی. بده دست عقبی. داستان سخت‌تر شد. خوبه. ادامه. یه دونه دیگه. و نفس. آروم اومدم بالا. پاها شک شد. خوب. حالا ازتون میخوام پاها رو جفت کنید. یک بار یک کوچولو زانو رو خم میکنید در حد اینکه یکم شلش کنید. پشت حتی میتونید گرد برداره. این شکلی بغل کنید پاهاتو. 1 2 3. تکرار بعدی پاها صاف شه، دست موازی، سینه صاف، حتی ممکنه نرسه دستم. 1 2 3. بعدی دوباره بغل کنم، زانوی زرشفور، کشش پشت و مقداری پشت پا. حالا سینه رو صاف کنم، پاها رو صاف کنم. 1 2 3. عالی هستید. ادامه بدید. خوبه. چه کیفی میده؟ بیا کفترم داره برات میخونه. دیگه چی میخوای؟ نمیدونم البته چی اسمش. یا کریمه میگه. آخریشه. بیشترین کشش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مهره به مهره منم بالا. آخرش یه دمو بازم. یه قلوب آب بخورید. من رو مت میخوامتون الان اینجوری باشه که منو کامل داشته باشید. خب سلام علیکم. خوش اومدید. بالشتون باید دم دستتون باشه. بالش رو میخوایم سر بدیم. ببین یک پا جلو یک پا عقب، یه بیرون پا یه داخل پا زمینه. خب چرخیدی به سمت پایی که خمه از جلو. بالشت دستته. سینه رو سعی کن صاف نگه داری. بکشید جلو. 1 2 3. آروم برگردید. مته یه ذره گیر میده. مته رو جمع میکنم رو سرامیک راحت تر. خب پس شد چی؟ میگیری دم و کش میدی. 1 2 3. آروم برگشتم. سرسینه صاف. ریه رو پر کن از هوس از هوا و برو توی کشش. بچه مربی رد داده دیگه، ببخشیدش. دو و سه. خوبه. حالا میخوام یه چرخش به جلو هم بهش اضافه کنیم. میدونی چه شکلی؟ الان نشونت میدم. بکشیم به پهلو، از همینجا بکشیم به جلو. حالا بیام بالا و دوباره از پهلو. چند ثانیه اینجا بمون. بکشش به جلو. آروم برگشت. آخریش. آخرش سرامیکا من تمیز شد. خیلی قشنگ.
فعلا همین سمت بگیرم دم. این دمبلا مزاحم خواهند بود. خب یکی جلو یکی عقب. سینه را صاف، نافو بکش داخل، دم، پهلو، بازم. چند ثانیه بمون. خیلی عالی. ادامه. آگاهی روی تمرین ها، یعنی به درک هر چی که بخواد اتفاق بیفته. وقتی کاری از دستت بر نمیاد، اگر میاد انجامش بده، اگر نمیاد دیگه سعی کنید که حواستون رو ازش پرت کنید. تمرین روش خوبیه. زبون در آورد. برو بریم. مرسی. حالا چرخش به جلو رو اضافه کن بهش. بگیر دم، بکشش جلو، برش کرد. خوب. بگیر دم. آی مامان راحتم نیست نه؟ یه دونه دیگه. خوب. یه نفس شد. یه دم بازدم. خب پاها رو باز کن از هم. پنجه ها فلکس. هر چقدر که میتونی باز شو از هم. دوباره بکش دورترین نقطه‌ای که میتونی. آستانه درد هر کسی نسبت به تواناییش و مقداری هم ربط داره به ژنتیکش. ربط داره دیگه. یعنی شاید بعضیا خیلی وقت هم تمرین نکردن ولی انعطافش از تویی که 6 ماه داری تمرین میکنی بهتره. دیگه اینجوریه. باید تمرین کنی بهش برسی. پس بیشتر از آستانه درد نباشه. 4-5 ثانیه بمون. هولش بده. یه نیم سانت جلوتر. برگشت. یه دونه دیگه. اینو 20 ثانیه بمون. من خودم دارم جر میخورم و فکر نکنید راحت وایسادم اینجا. نفس عمیق بگیر. صدام هم دیگه در نمیاد اینجا. 10 6 4 2 1 ما رو جمع کنه. بزن پاها جمع. به راست و چپ کشش. یه دم و بازدم. خوبه. خب فعلا بالشه باشه. پاها بازه هنوز از هم. میدونی میخوام چی کار کنیم؟ یه دستو بکشیم به پهلو به سمت پای صاف. بعد از جلو بکشیمش سمت یکی پا. برگردیم. حالا یکی دست. از بالای سر 3 ثانیه باشه. آروم بچرخونم سمت پای بعدی. اینجام 3 ثانیه. بیام و عوضش کنم. بکشش. خیلی خوب. کدوم دستم بود؟ خودم که خیلی دارم کیف میکنم. شما کششت داره بیشتر میشه. مکس کنی ها حتما. ادامه. 3 ست دیگه.
و 2. بیشترین کشش هایی که میتونی. و آخری. مرسی. یادم باز نفس عمیق. یک پا رو خم کن، یک پا صاف باشه. خب بعد این پا صافه بر راستای تنت باشه، یعنی دقیقاً روی خط افق. یه ذره دیگه عظمت منو داشته باشید، عالی خواهد شد. خب این شکلی. اول میخوام حالا یا با بالش یا بالش راحت تره یه ذره خودتون رو بکشید به دورترین نقطه‌ای که میتونید. سعی کنید این زانوهای زمین، پنجه، فلکس ممکنه اینجا باشه، آستانه دردت ناامید نشو، اینجا 20 ثانیه بمون. دفعه بعد نیم سانت جلوتر بمون. نفس‌های عمیق بگیر. برگشتی. زیر زانوتو نرم کن. حالا یا میخوای متتو لولا یا حوله یا بالش. ببین این بار میخوام بکشی با زانو، یعنی این زانوه ببین این شکلی شد. زیرش یه چیز نرم گذاشتم، این پا رو برداشتم، خودم رو میکشم به جلوترین نقطه‌ای که میتونم. سینه رو چسبوندم به زانو، داخل پای داره کش میاد و بمونید. خوبه. حالا میدونید میخوام چیکار کنم؟ از پهلو نشونتون میدم. ببین همین کششه. خب همین حالت شما بمونید. این شکلیه دیگه. بعد تنمون رو کشیده بودیم جلو. الان میخوام دستتو بذاری زمین، زیر شانت، عرض سینه. زیر زانوت هم نرمه. اینو هول بدی به پهلو. هی بذاری داخل پا، کش بیشتری بیاد. از این زاویه هم باز نشونت میدم. بگیریدم، کش بدی، کشاله، کشش. دستتو جاگیریشو دقت کن و از روی دوتا دستت مساوی. بگیردم، 1 2 3 برگشت. 1 2 3 برگشت. ادامه بده. دو تای دیگه. بیشترین کششی که میتونیم رو بمونیم، آرنجامون رو بذاریم زمین. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و یکی جر. یه نفر خیلی بازی نه؟ یادم 12 آخرش سمتمون رو عوض کنیم. چی بود اولش؟ اولش از یک شوخی جدید، از یک شوخی حرکت خیلی راحت شروع شد. همین پوز، پنجه فلکس، سعی می‌کنی زانو رو ثابت نگه داری، بالش رو هل بدی جلو. 1 2 3 برگردی، سینه صاف. فکر کنم ثابت موندیم نه؟ آره. 10 ثانیه بمون. عالی هستی. هپنو نری، رو کشش بمون. 10 ثانیه دیگه. 6 4 2 1 بیان بالا. قرار شد که
بریم روی این زانوه. خب دوباره سینه به زانو بمونیم توی کشش. آخش نفسم عالی. خب از اینجا جدی شد که برمیگردیم اون پا رو هل میدیم به پهلو. این شکلی بود. همین پوزی من میخوام بیام رو سرامیک. برای همین دست زیر شانه، از پهلو کش، برگشت. 3 ثانیه نگه دار. کشاله رونت یهو بد کش نیادا، خیلی با احتیاط برو. یه ذره حساس این زاویه. مرسی. یه دونه دیگه. یس. بیشترین کششی که میتونم. آرنجم هم گذاشتم زمین. خوبه. نفس. 10 ثانیه. 8 6 4 2 و آروم هر جوری که رفتید برگردید. یه نفس عمیق. یه کشش قورباغه داشتیم توی چالش پاواز. نمیدونم دیدید انجام دادید یا. ببین روی میز ثابتی، دست زیر شونه است، زانو زیر لگنه، پاهای مشت فاصله داره، سر تا با سرت روی یه خطه. زانوات 2 تا عرض لگن باز کن. باز شه از هم. ببین الان زانوامو. خب پنجهاتو فلکس کن. داخل پاهاتو برسون زمین. تیغه داخلی پا رو برسون زمین. حالا کش بده عقب. لگنتو بگیردم. لگنتو بکش عقب. 1 2 3 برگشتم. 1 2 3 برگشت. خوبه. بچه من زانوام داره اذیت میشه چون نرم زیر زانو رو سرامیکم. شما هم دقت کنید. خب ادامهش بدیم. حالا راحت شدم. 1 2 3 بیا جلو. 1 2 3 2 تای دیگه بریم. بیشتر این کششا رو بده. مرسی. عالی هستید و برگشت. خب بریم کشش سجده. دوباره زیر زانو نرم. ازتون میخوام زانوها دور از هم، نوک پاها چسبیده. بکشید کشش سجده. نفس عمیق بمونید. خب حالا که برگشتی ازت میخوام زیر زانوت نرم باز بری میز ثابت. توی میز ثابت دست زیر شانه است دیگه. الان میخوام دستاتو 2 قدم جلوتر از شونه نگه داری. لگنتو سعی کنی ثابت نگه داری ولی سینه‌تو این شکلی برسونی زمین. این کشش خیلی کشش باحاله. بمون اینجا 10 ثانیه. شونه و چکتت هم داره تقویت میکنه. 8 6 4 2
و یک. عالی هستید. برگردید. میز ثابت. بریم روی کشش کوه. پاشنه ها تو. این مته باید صاف باشه که سر نکنم. خب. از همین میز ثابت دقت کنید کوهو من خیلی توی بچه‌های آنلاین میبینم، فکر کنم شاید لازم باشه بر شما توضیح بدم. وقتی میری کشش کوه ببین میز ثابت فاصله دست و پا چه شکلیه؟ گفتم دیگه زیر شانه، زیر لگن. از همینجا نوک پاتو میذاری زمین، میکشی بالا. حالا یه ذره مودیفیکیشن دیگه، خیلی نیا جلو. من وقتی میگم که سینه به زانو نزدیک، نباید پاتو بیاری جلو، که پا سر جاشه، پاشنه ها زمینه. این سرسینه است که باید بتونی کش بدی به سمت داخل. زانو صاف بمونی توی کشش. بعد عین یه رکاب زدن، یک بار پای راست، یک بار پای چپ، سینه رو داخل نگه دار. این شکلی 5 4 3 2 1. همین. خیلی هم راحت نبود. شانه ها بالا پایین، دم و بازدم، موچام بالا و پایین، دم و بازدم. خوبه؟ حالا دوباره میام میز ثابت. میخوام نخ سوزن رو بگیم. دست از مابین دست و پا، لگن ثابت، شونه و کتفمو رسوندم زمین. بمونم توی کشش. دستم رو بکشم از عقب. 2 و 3. برگردوندم گذاشتم زمین. اومدم بالا، جاشو عوض کردم. دست از بالا و بکشش. نفس همین. بالا. بریم روی کوه دوباره. همین شکلی که توضیحش رو دادم. اول جا به جاش رو درست باسا، سینه رو بکش، یک بار بکش بالا، خم کن به باسم، خم کن به باسم. اینجا نگهش دار. سینه هم باز در تلاشی که بتونی به زانو نزدیک کنی. 6 4 2 و 1. آروم صافش کردم، گذاشتم زمین. خودمم صاف شدم. بمون. 10 8 6 4 2 و 1. صاف بذاری زمین. خیلی کشش بسش. جلو مفره برگشتی. منچات و دستات رو برسونی به هم. آروم آروم دایره بزنی. من تایمو یه چکی بکنم. خب یه ربع دیگه وقت داریم. عرضم به خدمتتون که دوباره توی میز ثابت باش. یک پا رو بکش در راستای دستی که جلو. پا 90 درجه. دستات داخل پا. زانوی عقبی رو صاف کن. بمون توی کشش. بمون دم و بازدم. هرچی این پای عقبی و لگن به سمت پایین باشه، کششم بیشتر و بهتر. این
جلو پایه داره کش میاد. 8 6 4 2 گذاشتمش زمین. زانوام گذاشتم زمین. زیر زانوت باید نرم باشه. یک پا جلو، یک پا عقب دیگه. خب میخوام یک بار کشاله رو کش بدی. بکشی جلو. 1 2 3. حالا صاف کنی. تنه رو بکشی به سمتش. 1 2 3. این پا انقدر جلو باشه که وقتی کش میدم جلو زانو از نوک پا رد نشه. بکشم روی پام. 1 2 3. دوباره. تکرار آخر. و عوض میکنم پامو. چی بود؟ اولش این بود که دستام هر دوتا داخل پا زمین، سینه صاف، زانوی عقبی رو بردارم با سینه باز هر چقدر میتونم خودم رو کش برم پایین. عالی هستید. 8 ثانیه. 6 4 2. بذار زمین زانو رو زیر زانو نرم حتما و بکشیم دم عمیق. کشاله. الان پا هم یه ضربه جلوتر باشه. 1 2 3. با سن یه کوچولو بدی عقب. با قفسه سینه باز خودت رو بکشی روی پای صاف. 1 2 3. کشش. 1 2 و 3. برو بریم. 1 2 3. کشش. 1 2 و 3. دوتای آخر بیشترش کن. حبسش نکنی نفس رو. تکرار آخر. عالی هستی. یه نفس بگیر. میخوام از پهلو نشون بدم حرکت بعد. یک پا خم، یک پا صاف در راستای زانویی که خمه. سر تا پایین روی یک خط صاف خودمون رو کش بدیم روی پای صاف. 2 و 3. دستمون رو بذاریم از این یکی سمت کش بدیم. 1 2 3. اگر دنبل سبک داری میتونی دستت نگه داری، ولی من دنبلام چون بالای 1 کیلوه کششم کم میشه با دنبل، برای همین بر نمیدارم. یک بار از راست، دستت دقیقا زیر شونه زمین. یک بار از عالی هستید. دو آخر.
شد. این یکی سمتم انجام بدم. زیر زانو نرم. خب پاها در یک راستا، بالا تا پایین در یک راستا. ماشاءالله‌تون باشه. دقت میکنید من رفتم تو حالت استند بای. دارم قشنگ ریلکس میکنم. خیلی این حرف رو دوست داشتم. یا جایی نوشته بود که توی مقاله خارجی داشتم برای کارش استرس و اینا میخوندم در مورد ورزش. مثلا مدیتیشن خودش خیلی جوابه. حالا گفتم که مثلا تمرین نفس پیلاتس کنید یا کلی پادکست هست توی کست باکس و بقیه اپلیکیشن ها. ولی نوشته بود ورزش یه مدیتیشن متحرکه، چون باید تمرکز کنی روی تمرینت، اینکه درست داری، نفست عمیق باشه، فلان جا درگیر باشه، فلان جا نباشه. خیلی دوست داشتم حرفشو، واقعا همینه. و فکر نکنید شما اینا فقط که مثلا شاید بعضی روزا تنبلی کنید. من الان یه 2-3 هفته است مخصوصا این اخبار که شنیدم فقط با شما تمرین میکنم، ولی همینم توفیق اجباریه. بر همین به خیلیا میگم که کلاس ثبت نام کنید گروهی، و وقتی مربی دارید خیلی جواب تره دیگه، خودتو مستلزم میکنید. منم خلاص خوشحالم که کلاس شما رو دارم، ولی سعی میکنم دیگه تمرین خودم هم شروع کنم کم کم. و برگشتم. نشستم روی متم، کف پاهامو گذاشتم زمین، دستم تکیه‌گاه، سینه رو بدید جلو، پاها صاف، باز و جمع. بدید دم، صاف، باز و جمع. عالی، همینه. حالا هرچی بیشتر به پهلو باز کنید که دیگه بهتر. برعکسش کن، از پهلو جمع بیار به سینه، پهلو جمع به سینه. چقدر خوبه. خونه هم تمیز شد اینجوری. عالی. 4 ثانیه یا هر جوری که راحتید بشینید، سینه رو بدید جلو، آروم خودتون رو کش بدید به دورترین نقطه‌ای که میتونید. شاله ران کشش، مهره به مهره برگشتم، جای پامو عوض کردم یک بار دیگه. نفس برگشتم، دستمو در راستای تنه یه ذره دورتر از تنه گذاشتم زمین، دستا باز، قفسه سینه باز. 1 2 3 4 عوضش کردم، دستا به یک خط. 1 2 3 4 عوضش کردم، شانه ها بالا و پایین، گردن بالا و پایین. نفس عمیق. تمرکز کن فقط روی گردش نفست، به اینکه هوا چطوری توی ریت حرکت میکنه. کامل خالی کن، به هیچ چیز دیگه فکر نکن. چند تای دیگه همین نفس رو ادامه میدیم. دم دم
لذت بردم از همراهیتون. خب یه ذره زودتر تموم کردم دیگه، حالا اشکال نداره. لذت بردم، خیلی خوب بودید. خوشحالم که توی این ریزا تمرین میکنید، خوشحالم که برای خودتون وقت میذارید. بعد به من خیلی خوش گذشت. اگر که شما هم دوست داشتید کامنت کنید، نظر بدید که با هم بهتر و بهتر شیم. نگران هیچی هم نباشید، یه راهی پیدا میکنیم اگه اتفاقاتی که گفتن بیفته. و خلاصه که میبوسمتون. بریم تا سه‌شنبه ماچ بهتون.